قرآن در مدت 23 سال به پیغمبر صلی الله علیه و سلم به طلبات مردم به حاجت مردم مناسب آیات نازل میشد. گاه آمده به پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال میدادن. پیامبر صلی الله علیه و سلم شخصی بودن که خوانده نمیتوانستن، نوشته نمیتوانستن، پیش از پیغمبری علم نداشتن، تا اینکه نگوید کسی که این آدم پدر و بابایانش خواند این را، دانشگاه های عالی و دانشکده ها را خوانده آمد و امروز دعوای پیغمبری کرد، نگوید یا آدمی که نوشته حتی نامش را نوشته نمیتونستن. الله تعالی برایشون یا علم داد که تمام سخنوران عرب، شاعران عرب در روبروی پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودشون یعنی که جاهل حساب کردن. حتی بعضی مشرک های عرب کافر بودند، بت پرست بودند و لیکن وقتی که قرآن گوش کردن دیگر از شعرگویی بس کردن، گفتن که اسلام هم قبول نکردن، لیکن گفتن که دیگه این معنا نداره، شعرهای ما در ترازو قیاس کرده نمیشه با این کلامی که محمد تلاوت میکند با قرآن کریم. ترک کردن شعرگویی را. پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی من در قصه های صلح می آید، به جای اینکه مثلا بعضی کلمه ها رو خط زن گفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستن که خط زنن، لیکن نمیدونستن که کدامش رحمان است کدامش رحیم است. از صحابه هایی که خوانده میتونست نوشته میتونست از آنها پرسیدن. خلاص پیامبر صلی الله علیه و سلم امتی امی خوانده نمیتونستن، نوشته نمیتونستن، الله تعالی برایشون علم داد. سوال می آمد پیامبر صلی الله علیه و سلم جوابش رو نمیدونستن. بعد جبریل آمده آیات نازل میکرد، پیامبر صلی الله علیه و سلم به سوال مردم جواب میگفتن یا اگه حادثه میشد. بعد از آن این ترتیبات رو در ماه مبارک رمضان جبریل آمده و پیامبر صلی الله علیه و سلم هر سال درس قرآن میکردن. قرآن یک بار 30 پاره همش نازل نشد، در مدت 23 سال نازل شد. هر سال ماه رمضان پیامبر صلی الله علیه و سلم با جبریل درس قرآن میکردن. پیامبر علیه السلام قرائت میکردن، جبریل گوش میکرد و همزمان میگفتن که فلان آیت را بعدی فلان آیت گذار، فلان سوره را بعدی فلان سوره گذار، ترتیب میکردن. بنابراین سوره ها یعنی ترتیبش خیلی کازی در قرآن میبینیم این بحثاً ترتیب یافته شد، ترتیب داده شد. اصلا یعنی که از روی نزول نیست، از روی طریق نازل. مثلا سوره اقرا سال اولی بعثت نازل شد، اما میگه که اگر سوره ها رو تفسیرش ببینید سوره فلانی مکی هست، میگه یعنی این در مدت 13 سالی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مکه بودن نازل شده است. فلان سوره فلانی مدنی هست، میگه معناش چی است؟ یعنی در 10 سال آخر حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است. مدنی یعنی در مدینه منوره نازل شده است. فهمو؟ یعنی ترتیب بعد از آن ترتیب داده شد.